مهارت بعدی در مددکاری مهارت شنیداریه. چی کار کنیم تا یه گوش دیگه قرض کنیم برای دقیق و حرفه‌ای شنیدن؟ اساساً گوش دادن یک عمل منفعلانه نیست، بلکه برعکس فرایند بسیار فعاله که به نوعی ذکاوت محسوب میشه. یعنی با گوش سوم گوش کنیم و بایستی در اغلب موارد سکوت کنیم تا مددجو صحبت کنه و سعی کنیم صحبتاشو مکرر قطع نکنیم. مددکار با تمام ظرفیت‌های ادراکی خودش گوش میده و این هم کمک میکنه به گردآوری اطلاعات و هم هدایت و راهبری مددجو. این گوش دادن نیاز به تجربه و مهارت داره و باعث افزایش اعتماد مراجع میشه و به تنهایی ممکنه تخلیه روانی مراجع رو در پی داشته باشه. خلاصه اینکه وقتی مددجو صحبت میکنه از طریق نگاه با اون ارتباط برقرار کنیم. نگاهی توأم با آرامش و توجه که نشون دهنده علاقه ما به گفتگو با مددجو و درک معانی سخنانش هست. مددکار از مهارت بازگویی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی گوش دادن به پیام اصلی مددجو و بیان دوباره خلاصه پیام به مددجو. اساساً بازگویی باعث میشه مددجو احساس کنه درکش میکنن و همینطور به گفته‌های پریشان و گاهی متناقض اون معنا و جهت داده بشه و مهمتر از همه باعث تشویق مددجو به ادامه صحبت بشیم. گاهی هم از مهارت کنترل ادراکی استفاده میکنیم. یعنی مددکار ابتدا برداشتش رو از موضوع مطرح شده میگه و سپس با پرسش مستقیم از مددجو میخواد صحت یا سقم برداشت مددکار رو تایید کنه و همینطور به مددجو اجازه میده در صورت بروز اشتباه برداشت مددکار رو تصحیح کنه. بعضی مواقع هم از مهارت تسریع استفاده میکنه. یعنی در صورت عدم درک منظور مراجع از اون تقاضای توضیح بیشتری میکنه. به طور کلی به این سه تا یعنی مهارت بازگویی، مهارت کنترل ادراکی و مهارت تسریع مهارت‌های بازتابی میگن. با بازتاب نشون میدیم که تا چه اندازه پیگیر سخن مددجو، احساساتش و حالات بدنی اون هستیم. احساسات مبهم و نامشخص رو به خودآگاهی مددجو میاریم تا به احساسات خودشون واقف بشن. با این کار اونا با دایره واژگانی گسترده‌ای از حالات احساسی آشنا میشن. تو انیمیشن اینساید اوت این هیجانات و احساسات به خوبی نمایش داده میشه و آگاهی از احساسات مختلف رو توی بچه‌ها و بزرگترها به خوبی نشون میده. حالا دلم میخواد شما هم کمی فکر کنید و تجاربی که در استفاده از مهارت شنیداری و 3 مهارت بازتابی دارید اینجا به اشتراک بگذارید. این تجارب زیسته خودش مدرسه‌ایه برای حرفه مددکاری اجتماعی.